این مواشی آتش نشانها خوانده می شوند. گشت و گذارشان در جنگل‌های شمال هسپانیا در جهت جلوگیری از آتش سوزی‌های بزرگ در این جنگل‌ها مؤثر دانسته می شود. به محض رسیدن به ساعاتی که بیشتر در معرض خطر آتش سوزی قرار دارند، به سوی درختان می شتابند و برگها را می خورند. ما آنان را آتش نشانها می خوانیم به خاطر که آنها نزد ما آتش نشانها اند. انتظار این است که این مواشی کار مأموران اطفائیه هسپانیا را کم بسازند و به آنان کمتر نیاز پیدا شود که برای مهار کردن آتش سوزی به جنگل‌ها بروند. از این بزها و گوسفندها برای تطبیق یک برنامه آزمایشی در منطقه گیرونا در شمال هسپانیا استفاده می شود. بنیاد پاو کوستا این برنامه را که آسان، ارزان و مؤثر خوانده پیش می برد. در بسیاری از بخش‌های اروپا به شمول هسپانیا، فرانسه، پرتغال و ایتالیا امسال جنگل‌ها دچار آتش سوزی‌های ویرانگر شدند.